یک دولت وقتی میتونه خودش رو یک دولت قوی قلمداد بکنه که به واسطه نوع تصمیماتی که در حوزه‌های مختلف میگیرن امر توسعه رو در کشور ایجاد کرده باشن. وقتی که سخن از توسعه به میان میاد، در حقیقت میبایست توسعه در ابعاد مختلف اون مورد لحاظ و توجه قرار بگیره. به طور کلی امر توسعه ابعاد چهارگانه‌ای داره. ابعاد چهارگانه‌ای که مشتمل بر رشد اقتصادی، بسیج اجتماعی، ایدئولوژی و مشروعیت و در نهایت توسعه سیاسی هست. اما سوال و مسئله اصلی این است که آیا یکی از این ابعاد توسعه میتونه به عنوان زیربنای سایر ابعاد قرار بگیره؟ یعنی آیا به فرض توسعه اقتصادی زیربنای سایر ابعاد توسعه است و یا اینکه نه، توسعه سیاسی و ابعاد دیگر؟ و همچنین این سوال پیش میاد که آیا میبایست که توسعه به صورت همه جانبه و در ابعاد مختلف اون و به صورت مستمر و هماهنگ پیش بره و کشور رو در ابعاد مختلف اون به سمت توسعه پیش ببرن؟ خب قاعدتاً اینکه یک دولتی و یا یک حاکمیتی بخواد تنها به یک بعد از توسعه توجه بکنه و سایر ابعاد توسعه رو از نظر دور بداره، در واقع امر توسعه به صورت همه جانبه شکل نخواهد گرفت و این شکل نگرفتن توسعه در ابعاد مختلف کشور رو در مواردی با بحران و مسائل جدی مواجه خواهد کرد. به نظر میرسه که در کشور ما در سالیان اخیر بر بعد اقتصادی توسعه بسیار تاکید و تکیه شده و حل تمام مسائل و مشکلات کشور رو در حل مسائل اقتصادی می‌دونن و تصور بر این است که اگر چنانچه به لحاظ اقتصادی امر توسعه اتفاق بیفته، کشور به سمت توسعه پیش خواهد رفت. یعنی در حقیقت توسعه اقتصادی رو زیربنای سایر ابعاد توسعه میدونن. اما به نظر بنده مسئله اینطور نیست. یعنی در حقیقت تا توسعه سیاسی شکل نگیره در این کشور، سایر ابعاد توسعه هم به پیش نخواهند رفت و آنچه که امروز ما در کشور خودمون اون رو کمبود اون رو احساس میکنیم، در واقع نبود و عدم توسعه سیاسی در کشور هست. وقتی که توسعه سیاسی در کشوری رخ نده، یعنی در حقیقت توجه به سه مقوله نشده در اون کشور. مقوله اول یک دولت قدرتمند است که میبایست به تولید قدرت در ابعاد مختلف اون بپردازه. یکی از ابعاد تولید قدرت توسط دولت قدرتمند کردن جامعه است، قدرتمند کردن نهادهای مردمی. حالا این نهادهای مردمی از احزاب و اتحادیه ها و روزنامه ها میتونه شکل بگیره تا سایر نهادهایی که متعلق به مردم هست و همچنین در سطح کلان هم به این شکل است. یعنی ماکروفیزیک قدرت، افراد متخصص و صاحب نظری که در حوزه سیاستگذاری عمومی میتونن با ارائه برنامه ها و نظرات قوی و قدرتمند به امر قدرتمند کردن دولت از بالا هم بپردازن. و مسئله دوم در بعد توسعه سیاسی حاکمیت قانون است. یعنی اگر چنانچه توسعه سیاسی در کشور شکل نگیره، حاکمیت قانون هم جایگاهی نداره. حاکمیت قانون به معنای این است که شما به واسطه قانون از قدرت نامحدود دولت جلوگیری میکنید، از قدرت افرادی که بخوان از قدرت سوء استفاده بکنن جلوگیری میکنید. البته اینجا نبایست بین حاکمیت قانون و حکومت کردن به واسطه قانون تمایزی قائل نشد.
اینها با هم دیگه فرق میکنن. مسئله حاکمیت قانون با حکومت کردن به وسیله قانون دو امر متفاوت است. حکومت کردن به وسیله قانون در حقیقت قانون رو به ابزاری جهت پیشبرد اهداف اشخاص بعضاً فاسد پیش خواهد برد. یعنی افراد فاسد و کسانی که قصد سوء استفاده از قدرت داشته باشند به وسیله همین قانون میتونن مخالفان و منتقدان خودشون رو سرکوب و از گردونه سیاست حذف بکنن. همچنان که یک زمانی رئیس جمهور سابق برزیل ژتورو وارگاس گفته بود برای دوستانم همه چیز، برای دشمنانم قانون. ایشون به واسطه همون قانون تمام مخالفان و منتقدان خودش رو از صحنه سیاست حذف کرده. اگر چنانچه این توسعه سیاسی در کشور اتفاق نیفته و حاکمیت علیرغم اینکه سالیان گذشته رو تماما صرف مسئله اقتصاد کرده به این امر توسعه سیاسی توجه نکنند، سه مسئله اساسی در کشور پیش خواهد اومد و اون هم یکی نوچه پروری، دوم ویژه پروری و سوم حامی پروری خواهد بود. این اتفاق که بیفته کشور بیش از پیش به گرداب فساد خواهد رفت و این یک ترکیب خطرناک رو برای کشور رقم خواهد زد، ترکیبی از راندخواری و راندجویی، حامی پروری و قومیت، و این در نهایت کشور رو به سمت بحرانها و مسائلی پیش خواهد برد که در آینده حل اون مسائل و مشکلات به سختی قابل تصور خواهد بود. بنابراین توصیه میشه که به امر توسعه سیاسی بیش از پیش توجه بشه.